سلام علیکم یار دوستان. اینجا باغ فرهنگی فراغتی به نام سیف‌الدین اسفرگی واقع شده در سنتری در مرکز اسفرا. اینجا دریانش بازار هم نمیستر اینجا بازار هست. اینجا هر خیلی سوپرمارکت و بانک و دیگر شاورما و خلاصه در یک موقع نقض جایی شد. دریانش یک مجموعه فراغتی بلندوشانه پوشیده دارد. حالا من خدا خواهد در یک باغ یک از نظر گذرانده برای شما خطکشی‌ها بویم. یک کسی معقول شود اگر لایک میموند، با معقول نشود با همون گفتی روسیه که دیزلایک. اینجا برای قلبر سنجیدن یک اپارتی مشتنی مونده. اینجا بچه ها یکیته اسفره گفتی که توپ شده بینیم کدوم از زور میزنه. چند چیزو داشته اینجا، اترکسیون داشته، چرخ فلک، حوض داشته اینجا و دیگر از نزدیک همشه چرخ داده یک تا یک نشون میده. طرف راسته میریم یکی ببینیم چیز گفته. اینجا برای کودک کاروسلچی مایده. برای ما هم در همین ناحیه مسجد بودیم خیلی جاها فکرم نمیرسه، خیلی چیزا شد نشده. یک سال پیش من در یاد دارم کودک بودیم چرخ فلک بود کار میکرد. حاضر که چرخ فلک هست تو کار کردنش معلوم نه. خیلی جای خیلی اینجا اساس اسفره بود هوای تازه. باور کنید که بود هواش نسبت جای خود بود هواش تازه. این باغ بنام انمی حضرت موندگی بوده است. انمی سیف‌الدین اسفرنگی. اون طرف رو من فکرم بود دیگه تریتوری اون طرف هم جای بازی داشته است. و منظرهای دکوراتیوی داشته از سنگ ساختگی. بفکرم اینجا با چراغان میشه شبو خیلی خوشرو میشه برای چرخ زدنی آدمایی که در شب چرخ میزنن. این چرخ فلک حق چیز را داشته. اینجا تیر داشته سو وای طرف با هماره اداره سنجیدنه. همینش نه که حاضر که کار کرده این کاروسلش حاضر آدم بوده تا ما آمدن هم گفته کنه که وقتا شاده شده فرامه خیلی استاسته میشد سیکین میاد. این خیلی جالب است.
این درآمدگاه اطرافش درآمد داشت کوچه میبرم یا کمی هم شد که ویدیو کردم در بوده یعنی باقی فراغتی سیف‌الدین اصفرنگی بانک اروان سپیتم بانک دنیای نو جهان نو موسیقی زورتر زدم همون باید نورمال موسیقی زدم دوباره کنم این طرفش هم جای بزرگ داره یکی رسو اکتراسیونه باید داره بسیار دیگه وابشه تخمی وابشه در عمدش پلات نهیده اینگره به فکر ما چونگی پول پنجره زده سو هم خلق نغمش همین جا معقول شد گوشه دیگه همون لایکه چیه اوه میمونه